چرا امام رضا علیه السلام اینقدر از امام شناسی می‌فرمایند؟ تو داستان صلح امام حسن مجتبی ریشه انحراف شیعه در چی بود؟ در عدم معرفت نسبت به حجت خدا. برای چی صلح کردی؟ چرا نشستی؟ یه روایت از پیغمبر اکرم هست، ما نقل می‌کنیم، خیلی معروفه اما درست متوجه نشدیم. الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، یعنی هم قیام و هم قعود، هر جفتش رو حضرت مثنا به کار بردن، یعنی در مورد جفت این دو بزرگواره. ما فکر میکنیم که قیامش مثلا به سید الشهدا است، قعودش به امام حسنه. اصلا منظور این نیست. منظور اینه که پیغمبر اکرم فرمودن حواستون باشه ها، نشستن و برخاستن تفاوتی در امامت نداره. امیرالمومنین در نخلستان و بر منبر کوفه و بر منبر خلافت کوفه یکی امامتشا. اونها تصویر درستی از امام نداشتن، لذا اگر امام صلح میکنه اینا میگن آقا یعنی چی؟ چرا اینجوری شد؟ ما اومده بودیم بجنگیم، ما اصلا دنبال اطاعت نبودیم، در صورتی که ریشه همه امتحانات به اطاعت در برابر ولی خداست. لذا امام حسن مجتبی میفهمن اگر اون صلح انجام نمیشد یک نفر از شما زنده نبود، نه اینکه برای خودم رفتم صلح کردم، چون شماها رو دوست داشتم و میخواستم جان شما در امان بمونه. همین شیعیانی که منو خطاب میدین مذل المؤمنین، من به خاطر جان شما زیر بار این صلح رفتم.